مگه میشه تهچین و آلبالو با هم قاطی بشن؟ نشه یه غذای عاشق کش. بریم با هم درستش کنیم. فقط تو این رنگ رو نگاه کن، عطرش هم که اصلا نگم برات. مرغ رو به همراه پیاز آب پزش میکنیم. تو این فاصله آلبالوها رو به همراه شکر رو کمی کره روی حرارت میذاریم تا هم آلبالوها بپزه هم شکر به خورد آلبالو بره. تو این وسطا پیازم خلالی میکنیم و توی تابه با کمی روغن تفتش میدیم. کاراملی که شد، گوشت ریش ریش شده رو به همراه زعفرون و ادویه و نمک با هم دیگه خوب ترکیب میکنیم و میذاریمشون کنار. حالا میریم سراغ مایه تحریک تهچینی که یه دونه تخم مرغ و 2 قاشق ماست و زعفرون و نمک و فلفل رو با هم دیگه ترکیبشون میکنیم. تقریبا 1 کپگیر برنج سفید بهش اضافه میکنیم و کف قالبی که چرب کردیم میریزیم و حسابی فیکسش میکنیم. بعد روش برنج سفید من مجددا ریختم و فیکسش کردم. آلبالوهایی که پخته بودم و بهش اضافه کردم طوری که به دیواره ها نخوره. حالا گوشت مرغ بهش اضافه میکنی و یه لایه دیگه هم برنج سفید روش میریزی و قشنگ فیکسش میکنی. نهایتا هم کره و زعفرون رو به همراه شهد آلبالو روش میریزی و درشو میذاری تا دم بکشه. اگه تو هم دلت میخواد هوش از سر آدم خاص زندگیت ببری، حتما این تهچین رو براش بپز.